سلام بچه، حالتون چطور؟ خوش اومد به این ویدیو. اومدیم امروز با ویدیویی که اکانت امینی فریدا رو بررسی کنیم و چند وقتم اومده تو گیم و چند ستم اومده تو گیم و اینم یو آیدی شه وردارید و بریم سراغ اکانت. خب بچه ها، اکانت 18 تا متیک داره، 8 تا فول آپگرید. وای هولگر M13 هم داره. اوکی، کیلو 141 هم داره. اینه دانلود شد دیگه یزید. خب بچه ها AK رو داره، همه گاناش رو نشون میدم دیگه. سویچ بلید هم داره دیگه، دیل هم داره. دانلود ندارم، هیچو دانلود نداریم با یزید. 117 رو داره، فول آپگریدش هم کرده. جک آخه همین چرا جک 12 رو زدی؟ نه فشار 12، جک 12 اشتباه. خب برو دانلود شو یزید. با من ریدم چیز رت ایران رو خیلی دوست دارم. عالی. رایتیک ایمار دانلود نداریم ما چیا. اکتیویژن یه آپدیت میده، کلی چیزایی که دانلود داریم به چخ میده. CBR4 FNK اودن پیسکیپر ازول کریک 6 EM2 QQ9 و BP50 گان لژندا. 129 تا 117 ملتان خیلی خوبه حاجی، من به آرزوم نرسیدم. این AK47 کروماکو هم خیلی دوست دارم. خب دانلود شو، بریم برو پایین بیا پایین عمویی دیگه. آرناینه خیلی کمیابه، من اصلا 1% دیدم تو گیمینگ آرناینه رو داشته باشم. خب اوه چه گان لژندری خوبی هم داره بچه، اوجیه. خب اوه ای QX آره وای من میمیرم واسه این. خب دیگه کریم هم داشت. وای گان نیمار و مسی رو داشت، پشمام. این افوره هم خیلی خوبه، پشمام نظر خوب داشت، ویدیوشو گذاشته دیگه اسکلم. برو کریم هم داره. بریم سراغ اپیکون. 906 تا پشمام. اچستانگو داره؟ به نظر من که نداره، چون توی ویدیوش چند بار استفاده کرده. بیا اونم شاید از انمی گرفته باشه، نه تو شورت ویدیو. خب برو پایین، بریم. این کریم هم خیلی خفن بود. برو پایین بس. خب بودو دیگه. بادا این صدیب هم خیلی خوب بودم دیگه. برو این نایفه وا کاتانا. این کاتانا همیشه تو ویدیوش استفاده میکرد. دیل ریدکشن پشمام دیگه. برو پایین. این چیزی اسپری بمب. وای این خیلی روی داشت استفاده میکرد. به هر اتچمنتی میداد میگفت اگه این اسکینر داشته باشید بهتر میشه. نگاه کن همه چی داره، اکانتش همیشه تمومه بجز اچس تانک. یعنی واقعا اچس تانک رو داشت معرکه میشد. برو پایین. بادا AK47 یخی پشمام. این که نداره. اچستانگ داره. به خدا اچستانگ هم خیلی کمیابه، نمیدونم کی برمیگرده اکتیویژن. این فوره وای من میمیرم واسش. برو دیلم خوب بودا. برو بریم. این کریمه خیلی میجنگه این کریمه. خب برو. بچه این وایس لایو نیستش و من دارم از قبل ویدیو رو میگیرم. خیلی این چیزه داره بعد قبل پشمام. منطقیه، خیلی منطقیه. خب برو
فکر کنم الان بچه ها کامنت بذارن تعداد برو همو بشمارن بگن برو برو. این بیوایه رو داره عاشقشم. برگرده با سر میرم تو چیز توش. آره با تو کجاش دیگه. برو پایین برو پایین برو پایین برو پایین. یه نفس بگیریم برو پایین برو. بیوای این بیوای این آبلا بال این بیوای پشمان. برو پایین. بسته دیگه چرا انقدر وای میستادم من. برو چقدر اپیک داره آجی بادا. اسکیناشو نگاه 3 تا متیک داره. گستش فول آپگرید 13 تا لجند. بعدش هم دیگه گانزو داره. گانزو بودا دیگه دانلود شد دیگه یزید دیگه. فکس رو وای کرکتره خیلی گوشی افتاد ببخشید این دارک شپرده واسه یه اسکین یوتیوبره که دوست داشت امینم هست. اسم وای اسکایلو سبز. اون گوسته رو چرا رد کردم. اسکایلو صورت ببین میمیرم واسهش عاشقش. برو پایین. این اسکینه هم خیلی خوبه. این سراف. برو دیگه حتی لایک و سابو بزنید. سرافه رو چرا من رد کردم؟ تو شب بود ببین ساعت 4 صبح داشتم ویدیو میگرفتم داشتم میمردم. این ویوان هریسه اسکی فکر نمی کردم اسکی فرق داشته باشه چون ویدیوشو من ندیدم. خب میریندز پشمان نداره که خودشم ویدیوشو گذاشته من 1000 بار دیدم. خب برو پایین دیگه. بعد مردک جون میدم برو پایین. بودا پای این اسکینه پرو پلیر راست. مسی عاشقشم. مسی نیمارم همچنین. بابا 8 دقیقه دارم سرویس شد. چرا من اون منطوره یه رو نشون ندارم؟ خیلی خوبه که کلا همطوری داشتم رد میکردم ویدیو فقط تموم بشه واسه اون ویدیو هم در یه نفس بگیری. آها دیگه آخرش تموم شد. بذاریم ریراش هم ببینیم. برو پایین. نفس برو پایین برو دیگه یزید. خب ببینیم قدیمی اول اسکین داشتم اینجا. اول اسکینش ریره پشمون. اوکی خب خب ماشیناش هم نشون بدیم دیگه. بریم تموم کنیم ویدیو. این خیلی خوشگله. خب اینم پرستیجاش بکنم سلیف داره نداره سلیف نمیلتون. ای بابا مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودید. فعلا بابای.